اعدام به خاطر تجاوز به عنف، حبس در زندان به مدت 5 تا 10 سال به خاطر آدمربایی، حکم دستگیری زن و مرد در ماشینچی. مجازات این زنای محسن سنگساره که طبق قانون جدید به اعدام تبدیل میشه. ازدواجشون باطله چون اینا برای همیشه به همدیگه حرام ابدی شدن. سلام بر شما عزیزان، محمد صادق احدی هستم. خوش آمدید به بخش دوم آموزش قانون و نکات حقوقی در رابطه با خیانت، مهریه، طلاق و ازدواج. بخش اول همین آموزش من چندین سوال مهم و پرتکرار شما عزیزان رو جواب دادم، توضیح دادم خدمتتون. چندین سوال مهم دیگه مطرح شده بود که در این قسمت هم توضیح میدم، هم جوابهای تخصصیشو ارائه خواهم داد خدمتتون. همراه من باشید، بریم سراغ سوالات. سوال اول این که دوست عزیزی پرسیده حکم دستگیری زن و مرد در ماشین چیه؟ آیا جرم هستش یا نه؟ باید بگم با هم بودن زن و مرد در یک ماشین جرم محسوب نمیشه، اما اگر بدون عقد یا صیغه با همدیگه رابطه فیزیکی مثل بغل کردن و بوسیدن برقرار بکنن، اینجا دیگه بحث رابطه نامشروع میاد وسط و مجازاتش هم که جرم هستش و مجازاتش هم 99 ضربه شلاق هستش. سوال بعدی، اگر کسی در مورد رابطه جنسی زن و مردی شکایت بکنه، آیا با آزمایش یا معاینه پزشکی قانونی قابل اثبات هستش یا نه؟ اگر رابطه جنسیشون طوری باشه که مرد از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده نکرده باشه و طوری باشه که ترشحات جنسی مرد بر بدن زن باقی مونده باشه، این قضیه با آزمایش و نمونه برداری پزشکی قانونی ظرف مدت نهایتاً 3 روز قابل اثبات هستش. سوال بعدی که پرسیدن مجازات بلند کردن دختر و بردنش به خونه خالی چیه؟ اگر ثابت بشه که بدون رضایت بوده، بدون رضایت اون دختر، با تهدید، ربایش، ترسوندن و در اونجا منتهی به دخول یا زنای به زور به اون دختر خانم بشه، مجازات اون پسر یا اگر چند نفرم پسرها، اعدام به خاطر تجاوز به عنف و حبس در زندان به مدت 5 تا 10 سال به خاطر آدمربایی و پرداخت مهرالمثل و عرش بکارت اون دختر خانم هستش. اما اگر ثابت بشه همه این اعمال با رضایت خود اون خانم، دختر خانم انجام شده، مجازات همه این عزیزان 100 ضربه شلاق هستش. سوال بعدی، دوستی پرسیده لطفاً تفاوت زنا با رابطه نامشروع رو بگید و اینکه مجازات هر کدوم چیا هستن. ببینید، زنا عمل زناشویی بین زن و مردی هستش که همراه با دخول از طرفی هیچ عقد ازدواجی بینشون نیست. اینطور بگم خدمتتون، ما کلا 2 نوع زنا داریم، زنای غیر محسنه و محسنه. زنای محسنه زنای شخص متأهلیه که با همسرش نزدیکی داشته و بدون هیچ مانعی هم هر زمان که میخواسته میتونسته انجامش بده. مجازات این زنای محسن سنگساره که طبق قانون جدید به اعدام تبدیل میشه. و اما زنای غیر محسنه یعنی زنای شخص مجرد که مجازاتش 100 ضربه شلاقه. اما رابطه نامشروع که هم شامل زنا میشه، هم شامل دیگر روابط غیر عرفی و غیر شرعی، بغل کردن، بوسیدن، ارسال پیامک عاشقانه، اینا میشن رابطه نامشروع، روابط نامشروع که مجازاتش از 1 تا 99 ضربه شلاق هستش. سوال بعدی، دوست عزیزی پرسیده ممنون میشم بگید حکم قانونی بارداری از دوست پسر چیه؟ برخلاف باور مردم هیچ اجبار و الزامی به ازدواج نمیشن، چون عقد ازدواجی و دائمی هم بینشون نبوده. هر دو به جرم رابطه نامشروع 100 ضربه شلاق میخورن و این دختر خانم هم هیچ حق قانونی مثل مهریه شامل حالش نمیشه و فرزندی که به دنیا میارن و پدر مادرش از همدیگه ارث نمیبرن. سوال بعدی که پرسیدید راجع به ازدواج با زن شوهردار توضیح بدید لطفاً. توضیح خاصی نداره، یک معضل اجتماعی بسیار بد که باعث نابودی خیلی از خانواده ها و زندگی ها شده. مثالش رو هممون شنیدیم، یه آقای مجرد حالا یا متأهل بیاد با یه خانم شوهردار دوست بشه و با هم نزدیکی برقرار کنن، بعد به این خانومی که حالا با شوهرش شاید مشکلی نداشته باشه و زندگیش خوب باشه بگه طلاق بگیر و با هم ازدواج کنیم، اما اکثر مواقع خبر ندارن. اینو من نمیگم، قانون میگه طبق ماده 1054 قانون مدنی حتی اگر این خانم از همسرش جدا بشه و طلاق بگیره، حتی اگر با این آقا ازدواج بکنه، ازدواجشون باطله.
چرا؟ چون اینا برای همیشه به همدیگه حرام ابدی شدن. سوال بعدی، آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق میگیره یا نه؟ تا زمانی که در منزل مشترک با همسرش حضور داره و همسرش رو از اعمال جنسی و همخوابگی بهره مند میکنه مشمول نفقه قرار میگیره و ربطی به خیانت نداره. سوال بعدی که فکر کنم آخرین سوال باشه، اگر نکته مهمی است که بهش اشاره نشده و بهتره گفته بشه رو به همون بگید. من یک محتوای داخل این اینستاگرام میدیدم از حالا وکیلایی که اونجا فعالیت میکرد. این اتفاقی که افتاده بود و ایشون میگفتن خیلی نیاز به تفکر داشت. داستانش این بود که یک خانم بهشون پیام داده بود و میخواست جدا بشه از همسرش به خاطر خیانت و یک آقایی هم دقیقاً به خاطر همین اتفاق به ایشون، به این وکیل پیام داده بود. مشاوره هاشون که جلو رفته مشخص میشه این دو عزیز با همدیگه زن و شوهر هستن. از خانم میپرسن که شما چرا خیانت کردی؟ گفته اول همسرم خیانت کرده. بعد پرسیدن چرا جدا نشدی؟ گفته بود وکالت در طلاق نداشتم، منم طلاق نمیداد، دادگاه هم قبول نمیکرد. راست میگفتن ایشون. از آقا پرسیدن چرا خیانت کردی؟ گفته بود که دیگه دوستش نداشتم. و پرسیدن چرا جدا نشدی؟ گفته بود مهریش خیلی سنگین بود و توان پرداختش رو نداشتم. شما خودتون حساب کنید که اصلا زندگی ها به چه سمتی داره میره. از بین بره این مهریه سنگین و این حق طلاق که دست مرده. ولی خب از بس دور نشیم، من اصل حرفم و این نکته رو حتما یادتون باشه که اگر ازدواج نکردید اول حق و حقوقتون رو کامل بدونید، آگاه بشید، بعد ازدواج کنید. اول ازدواج یک مهریه معقول تعیین بکنید و خانم هم حق طلاقش رو دریافت بکنه. طوری نشه که این مهریه یک اهرم بشه برای آقا و خانم هم تو زندگی گیر بیفته که اصلا هیچ میل و اشتیاقی برای ادامه نداره. امیدوارم از این دست اتفاقات بدور باشید، لباتون خندون و زندگیاتون سرشار از عشق و وفاداری، حس خوب و لذت باشه. پیروز و شرافتمند باشید. خدا نگهدار.